سازمان حامی حقوق مموریال زاده تاجیکستان منیرخان بابایف 37 ساله را همچون محبوس سیاسی اعتراف کرد. این سازمان روز 26 آگوست سال 2022 در یک گزارش مفصل گفت پرونده جنایتی به ضد منیرخان بابایف و 9 سال حکم زندان او برای عضویتش در حزب اسلامی حزب التحریر که در روسیه سازمان تروریستی اعلام شده است. حامیان حقوق گفتند که تعقیب منیرخان بابایف حقوق او به آزادی دینی و گرد امویی را پایمال میکند. منیرخان بابایف پدر 3 فرزند در مسکو کار و زندگی میکرد. ماه فوریه سال 2016 دستگیر و ماه اکتبر همان سال با جرم تیاری به غصب حکومت به 9 سال زندان نظامش سنگین محکوم شد. بابایف را از جمله به آن عیبدار کردند که او عضو شعبه حزب التحریر در شهر مسکو بود و گویا سال 2011 و 2012 در مهمانخانه‌های اسماعیل و دلتا و سالیوت انجمن‌های حزب التحریر را دایر کرده در دیگر چاره‌بینی‌های این حزب ممنوع نیز اشتراک میکرد. بابایف در دادگاه اتهامات تیاری به غصب حکومت را به گردن نگرفت. او گفت در حقیقت از سال 2005 تا 2012 عضو حزب التحریر بود ولی فعالیت صرف آسایش داشت. عزیزبک ایناموف که او را رهبر حزب التحریر در مسکو میشمارند هنوز سال 2014 با دیگر اعضای شعبه مسکوی این سازمان بازداشت و محکوم به زندان شده بودند. حامیان حقوق آنها را نیز محبوس سیاسی اعتراف کردند. حامیان حقوق در پی آموزش پرونده منیرخان بابایف به خلاصه آمدند که تفتیشات نتوانست به دادگاه دلیل‌های قاطع دست داشتن او به غصب حکومت را پیشنهاد کند و تمام عیبنامه او تنها بر اساس عضویتش در حزب التحریر بوده. هنگام بازداشت و کافتوکاب منزلش نیز یگان نوع سلاح، مواد ترکنده و دیگر دلیل‌هایی که به تیاری به غصب حکومت اشاره می‌کنند یافت نشدند. تنها دلیل تفتیشات گویا صحبت‌های بابایف در نزد دیگر هم مذهبانش بوده است که گویا بابایف درباره ضرورت استفاده نیرو برای غصب حکومت حرف زده است. فعالیت حزب التحریر که برای ساختن خلافت واحد اسلامی در جهان مبارزه می‌برد در چندین کشور از جمله در تاجیکستان منع شده است. دادگاه عالی روسیه سال 2003 این حزب را سازمان تروریستی اعلام کرد.